چرا خداوند سختی می‌فرستد؟ چرا در زندگی رنج و امتحان وجود دارد؟ و اگر خداوند مهربان است، پس این همه درد و بلا برای چیست؟ سلام بر شما بیننده گرامی. خوش آمدید به کانال جی مدیا. در این ویدیو می‌خواهیم درباره یکی از پرسش‌های بزرگ و همیشگی انسان سخن بگوییم. چرا خداوند سختی می‌فرستد؟ چرا در زندگی رنج و امتحان وجود دارد؟ قرآن کریم پاسخ می‌دهد: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و آزمایش نمی‌گردند؟ سختی‌ها بخشی از سنت الهی‌اند. خداوند بندگانش را در مسیر زندگی می‌آزماید تا حقیقت ایمانشان آشکار گردد. امتحان الهی همانند آتشی است که طلا را خالص می‌سازد. در سختی هاست که انسان مؤمن شناخته می‌شود. اگر زندگی همیشه آسان بود، ایمان، صبر و توکل معنایی نداشتند. خداوند درون انسان را در میان بلاها می‌سنجد تا روحش رشد کند و استوار گردد. و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و خداوند از بسیاری در می‌گذرد. گاهی سختی نتیجه اعمال گذشته ماست، اما همان سختی فرصتی است برای پاکی و توبه. خدا با درد بیدار می‌کند تا انسان از مسیر نادرست بازگردد. در روایات شیعه آمده است که هرگاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد، او را در مسیر بلا قرار می‌دهد تا روحش کامل شود. امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد، او را در دریای بلا فرو می‌برد. زیرا سختی نشانه بیمهری نیست، بلکه نشانه توجه است. خداوند با بلا دل انسان را از دنیا شستشو می‌دهد تا به اون نزدیکتر شود. گاهی نیز سختی‌ها می‌آیند تا ما قدر نعمت‌ها را بشناسیم. تا وقتی انسان درد را تجربه نکرده، سلامت را درک نمی‌کند. تا وقتی چیزی را از دست ندهد، ارزش آن را نمی‌فهمد. خداوند می‌فرماید: اگر شکر کنید، بی تردید نعمت شما را افزون خواهم کرد. اما چگونه می‌توان شکر واقعی را آموخت اگر گاهی تلخی را نچشیم؟ زندگی دنیا میدان امتحان است. خداوند می‌فرماید: او مرگ و زندگی را آفرید تا بیازماید کدام یک نیکوکارتر هستید. سختی‌ها نه بی‌دلیلند و نه تصادفی. هر دردی پیامی دارد. هر اندوهی درسی در خود نهفته است. در منابع شیعه آمده است که هرچه ایمان بنده بیشتر شود، امتحانش دشوارتر است. امام باقر علیه السلام فرمودند: مؤمن در دنیا همچون ترازویی است که هرچه ایمانش افزون شود، آزمایش او نیز افزون می‌گردد. زیرا خداوند بندگان خود را برای مقام‌های بزرگتر آماده می‌سازد. اما در کنار همه این معناها، یک حقیقت ژرف وجود دارد. در سختی‌ها انسان به خدا نزدیکتر می‌شود. وقتی همه چیز از دست می‌رود، تنها امیدی که باقی می‌ماند اوست. قرآن می‌فرماید: و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه. وقتی انسان را سختی فراگیرد، با اخلاص به سوی پروردگارش باز می‌گردد. آری، بلا در ظاهر درد است، اما در حقیقت در بازگشت به سوی خداست و خداوند وعده داده است که هیچ سختی همیشگی نیست. فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. با هر سختی آسانی است. اگر انسان صبر کند و امید خود را از دست ندهد، همان رنج به نوری تبدیل می شود که راهش را روشن می سازد. اما شاید پرسش دیگری نیز در ذهنمان پدید آید: اگر سختی نشانه امتحان و محبت خداست، پس چرا کسانی که ایمان ندارند، یعنی کفار و منکران، نیز دچار بلا و رنج می شوند؟ قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان می کند: ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. ما امت‌هایی را پیش از تو به سختی و رنج گرفتار کردیم تا شاید به درگاه خدا تضرع کنند. یعنی سختی برای بی ایمانان نیز هشدار و بیدارباشی رحمانی است.
خداوند می‌خواهد آنان را از خواب غفلت بیدار کند و فرصت بازگشت به آنان دهد. اما اگر باز هم از راه نادرست خود دست نکشند، قرآن می‌فرماید: فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. چون آنچه را که به آن تذکر داده شدند فراموش کردند، درهای همه نعمتها را بر آنان گشودیم تا هنگامی که شاد و غافل شدند ناگهان آنان را گرفتار ساختیم. این همان استدراج است، یعنی خدا با نعمت ظاهری زمینه سقوط غافلان را فراهم می‌سازد. در روایات آمده است که بلا برای مؤمن تطهیر و رشد است، اما برای کافر هشدار و تنبیه. هر دو سختی می‌بینند، اما مسیرشان جداست. مؤمن پس از بلا به خدا نزدیکتر می‌شود و کافر اگر پند نگیرد در غفلت عمیق‌تر فرو می‌رود. امام صادق علیه السلام فرمودند: بلا بر مؤمن کفاره گناهان اوست و بر کافر عذابی از پیش عذاب آخرت. خدا حتی در دنیا بخشی از نتیجه اعمال آنان را می‌نمایاند. شاید پیش از آن که دیر شود بازگردند. اما با همه این تفاوت‌ها، رحمت خدا گسترده‌تر از هر چیز است. او حتی کافران را نیز با سختی‌ها هشدار می‌دهد، نه از سر خشم، بلکه از سر رحمت. زیرا خداوند می‌خواهد هیچ انسانی در تاریکی غفلت نماند. در نهایت باید دانست که سختی‌ها چهره‌های گوناگون رحمت الهی‌اند. برای مؤمن راه رشدند و برای گمراه دعوتی دوباره به بازگشت. درد همیشه دشمن نیست، گاه پیام نجات است. پس اگر امروز در زندگی خود با رنج و دشواری روبرو هستی، بدان که در پس این سختی نوری نهفته است. خداوند تو را فراموش نکرده، بلکه در حال ساختن توست. از همراهی شما در این ویدیو سپاسگزاریم. اگر این سخنها برایتان الهام بخش بود، ویدیو را لایک کنید، دیدگاه خود را بنویسید و کانال جی میدیا را دنبال نمایید تا در مسیر شناخت عمیق‌تر از قرآن و اهل بیت با هم پیش برویم. خداوند حافظ و یار شما باد.